سلام دوستان، چون من میکروفون هنوز نتونستم تهیه کنم و صدام هم ضعیفه، میخواستم یکم از جلوتر بگم که صدا زیادتر و بهتر باشه و بلندتر. داستان امروز که میخوام براتون تعریف کنم از طرف خانم پری هست. پری برای من انگار از زبون ایشون میگم. من پری هستم و چند تا بچه، خیلی اون تعداد بالا بود، یعنی اون زمان حداقل 7 تا بچه می آوردن و پدر منم 8 تا فرزند داشت و خیلی هم کار میکرد و یک کارگر ساده بود و خیلی همیشه به ما میرسید و ما رو خیلی دوست داشت و کمک میکرد و مهربون بود. ولی خب به خانواده مادرش هم کمک میکرد. همیشه در حال این بود که من میدیدم صبح میرفت و شبم میومد سر کار. منم خیلی علاقه داشتم به مدرسه و دوستان، چون توی محیط خونه یکم شلوغ بود و سر صدا بود و اینا. من خیلی فقط محیط مدرسه رو دوست داشتم برم که فقط ببینم اونجا، با دوستانم باشم، بازی کنم و این جنجالای تو خونه رو بتونم فراموش کنم که بچه‌ها با هم بحث می‌کردن، دعوا می‌کردن. و محیط مدرسه چون خیلی شاد و خوب بودم، دوست داشتم که اونجا باشم و بازی کنم. از دوران کودکیم که مادرم میگه وقتی نوزاد بودم، خیلی ناز و یک دختر سفید با چشای درشت و قشنگ و موهای مشکی، یک همسایه داشتن به نام سکینه. دختری داشتن سکینه که عاشق این پری میشه و عاشق هی لباس عروس تنم میکردن. یک لباس عروس صورتی، همیشه اون بوی لباس عروس وقتی تنم میکنه هنوز که هنوز من یادم هست، ولی چهره خود اون سکینه رو من یادم نیست. مادرم میگه که یک برادرم داشتی، اونم تقریبا 1-2 سال از تو کوچیک‌تر بود، ولی با اون بازی نمی‌کردن و همیشه با تو بازی می‌کردن. حتی تو رو بچه‌ها به زور می‌گرفتن، گفتم من باید باش مثلا بگیرم بغلم بازی کنم، حتی رو دوچرخه می‌ذاشتن. و یه بار مادرم می‌بینه که از رو دوچرخه بچه کوچولو رو گذاشتن و میفته پایین، نوزاد بوده. اینقدر که مثلا دختر خوب و شیرین و بچه هم خیلی دوست داشتن اون زمان. دیگه یک روزم بزرگتر که میشم، یک دیواری، این دیوار تازه ساخت بوده، کهنه بوده، بارون میاد و رطوبت میزنه و دیوار یک دفعه‌ای میخواد که ریزش کنه و بریزه. پری یک دونه کفش رو ور میداره، لنگ دمپاییشو یک پسری ور میداره، یک پسری پرت میکنه اون ور باغ. این دیوار باغ هم خیلی بلند بوده و پری تا میره دمپاییشو ور داره، کل دیوار چپ میشه میریزه این ور و میگه خدایا من چجوری برم این دمپاییمو وردارم. و دیوار یک دفعه میریزه و پری که خیلی کوچولو بوده میدوه میره اونور، دمپاییشو برمی‌داره و میاره. همیشه میگه این یک معجزه بود که چجوری من مادرم دوید، گفت وای چجوری دیوار رو نریخته و اینا، و براش یک معجزه بوده. دیگه همینجور که کم کم بزرگ میشه، سالهای اول و دوم‌های بابا میگذرونده و مدرسه میرفته. مادرش هم یک زن خوب بوده، کار میکرده، غذا درست میکرده تو خونه، 7-8 تا بچه بودن، اونا رو بزرگ میکرده. اینا همیشه کارتون فوتبالیستا میذاشتن و ظهر هم یک برنج و گوشتی و دور هم دیگه میخوردن. اون زمان چون یکم به خاطر وضعیت مالی جمعه ها بیشتر یک کارتون خوب که بود همراه غذای خوب میذاشتن و با هم دیگه میخوردن، دور هم خانوادگی. بعد که همینجور میگذره، کم کم پری هی بزرگتر میشه و پدرش هم میگه که تو باید بری آرایشگری و در اونجا دبیرستانی بوده. خواستگاری زیادی هم داشته از همسایه یا هر جایی که تو عروسی میرفته براش خواستگار میومده. بعد که یک روز پدرشون میگه باید تو یا ازدواج کنی، ولی خب قبلش برو 1-2 تا مدرک آرایشگری هم بگیر. با اینکه علاقه خاصی نداشته میره و مدرک آرایشگری رو میگیره و خیلی هم سریع قبول میشه. ولی خب 1-2 سال بعد میرفته آموزشگاه و امتحان میداده و قبول میشه و دیگه این مدرک رو میگیره. ولی خب دیگه فقط میگه در طی این سالا فقط من برای خودم که عروسی جای برم صورت خودم رو اصلاح میکردم یا خودم رو مثلا مرتب میکردم، درست میکردم صورتم. اصلا دوست نداشتم که گاه گداری هم صورت مادرم و یا خواهرم رو بند مینداختم یا اصلاح میکردم. خودم که علاقه داشته باشم برم آرایشگاه، نه که آرایشگاه بزنم و اینا. بعد یک روز که پری میره آموزشگاه و امتحان میده و قبول میشه، یک دختری توی اون آرایشگاه اونو میبینه، 2 تا خواهر بودن و میگه تو رو برای برادرم میخوام. و پری هم خودش عاشق یک خواستگار دیگه داشته که واقعا عاشق اون بوده
و سالهای میرفته کنار مدرسهش اونو میدیده و از دورا دور هم دیگه رو میدیدن. یک دو تا از فامیلاش هم پسر دایی مثلا پسر عمه اینا هم خواستگارش بودن، ولی خب خودش بیشتر همون پسر رو دوست داشته، چون خیلی این پسرم دیگه خیلی شغل خوبی داشته، خودش خوب بوده، خوشتیپ بوده، خیلی هم با ادب و با اخلاق بوده. ولی خب دیگه حتی میگه تا روزای آخرم که زندگی میکنم همیشه من فقط تو ذهنم همین پسره، هیچ ارتباطی که نبوده، فقط همین میدیدش که دم مدرسه است، یک لبخندی میزدم و به امید این بوده که یک روز بیاد خواستگاری. خانواده این پسر خیلی پولدار بودن و قبول نمیکردن که بیان خواستگاری این دختر، چون پایین شهر بوده. دیگه پری میگه من همه چیز آماده کردم، یک روز قرار شد که این پسر ولی خب بیاد خواستگاری. ولی خب برادرم یک تصادفی میکنه و در سن 18 سالگی فوت میکنه و این پسر دوباره 3 سال برای پری وای میسته و نمیاد خواستگاری. بعد 3 سال با مادرش میاد خواستگاری. حتی روزی هم که برادرش رو میبرن جنازه‌شو برن تشییع کنن، دیگه این پسر با ماشینش پشت سر اون اتوبوس میمده و همیشه هواشو داشته و مواظب بوده، ولی خب دورا دور و کسی نمیدیده. بعدش که میان خواستگاری دیگه با مادرش میان و پدرش نمیاد. پدر پری هم روز قبل 3 تا خواستگار دیگه براش اومده بوده، یک مجلس عروسی هم رفته بودم، جمع خواستگار اومده بوده و اون میگه که نه، من تا پدرت نیاد قبول نمیکنم. اون صورت ازدواج رو مینویسن و هر چیزی که مثلا باشه رو داماد خودش میگه من میدم، چند تا هم پدر عروس تقبل میکنه که بده، ولی خب دیگه پدر دختر میگه که نه، من تا پدرت نیاد قبول نمیکنم. پسرم میگه که دامادم میگه که من یا میرم میبرمش عروس رو دبی یا شیراز، اگر پدرم نیامد حالا بعدا خودش کم کم قبول میکنه. ولی خب متاسفانه پدر پری قبول نمیکنه. به همون روزا هم اون دیگه پسر میره و بعد ازدواج میکنه، یک پسرم میاره به نام کوروش میاره پسر رو. دیگه پری هم خیلی دیگه در حسرت اونش بوده و هر خواستگاری که میمده رد میکرده. اولین خواستگارش که میاد میگه من میبرم تهران، میگه وای نمیدونم موهات یکم زرد من نمیخوام. یکی دیگه میاد مثلا میگه فلان نمیخوام، هی بهانه‌های مختلف. و یه خواستگاری داشته که پدرش میگه من یک دوستی دارم 40 سالشه و یه گاراژ داره، خیلی پول داره، خیلی مرد خوبیه و خوشتیپ هم هست و حداقل متاسفانه همون هم قبول نمیکنه، میگه نه من اینم نمیخوام و دیگه منتظر میشه که خواستگاری بعدی بیان و اصلا میگه من ازدواج نمیکنم. یک روز که میره آرشگاه، دیگه اون دوستای 2 تا دختر تو آرشگاه بودن، میگن ما تو رو میخوایم برای برادرم و اگه مثلا ما رو نمیخوای، من پسر خواهرشوهرم اونم میخواد ازدواج کنه. دیگه به هم برای برادرش هم برای پسر خواهرشوهرش همون روز میان خواستگاری پری. ولی پری هم تو آرشگاه بوده، دیگه مادرش عصبی میشه، میگه همیشه تو نیستی و من باید توی آرشگاه بیام توی خونه بیام پذیرایی کنم، اگر میخوای ازدواج کنی خب زودتر بیا اینجا و تکلیف رو روشن کن. همون روز شانس خودش میگه شانس گند من، دختر خالم زنگ میزنه. دختر خالش هم تو نگو توی یک روستایی بودن و شوهرش هم اعتیاد داشته و یک دوستی داشته که اونم اعتیاد داشته و کل خاندانشون هم اعتیاد داشتن و اصلا اینو نمیگه، چون اونجا خیلی مثلا به صورت عشقی و تفننی رفته با شوهرش مواد مصرف میکرده، اینجوری نبود، فکر نمیکرده که این الان معتاده و همیشه به خودش میگفته که اگر تو خونه ما بکشه بهتر از اینه که بره بیرون بکشه. بعد اینا هم این خواستگار اون 3 تا میان و اینا میگن نه نمیشه فلان، چون پری هنوز منتظرم خواستگار اولش بوده و هنوز اون ازدواج نکرده بوده. بعدش که دیگه این اتفاق میفته، به مادرش میگه که تو میری آرشگاه الان 3 تا خواستگار من حوصله ندارم اینا. بعدش این خواستگار دیگه رو که دختر خالش معرفی کرده هی تماس میگیره، میگه پس اگه شما خواستین با من تماس بگیرین. دیگه پدرش تماس میگیره، میگه باشه خب اینقدر زنگ زدی کی هست و اینا، میگه دوست شوهرم و فلان. دیگه یک روز پری هم خیلی سنش کم بوده، حداقل 17 18 سالش بوده و خیلی بچه بوده، زیاد متوجه نمیشده. وقتی که دیگه تو این شرایط سخت رو میبینه خانواده فشار میذارنش، میگن که باید زودتر ازدواج کنی، چون چند تا بچه دیگه هم داشتن و بالاخره اون زمانم خیلی خونه ها شلوغ بوده و اینا. بعد پری هم دیگه دختر خالش میاد و اصلا نمیگه که اینا کی هستن، چه خانواده‌ای ان. بعد که ازدواج میکنن، بعد که میان اونجا دیگه شیرنی و انگشتر نمیارن، همون روز هم انگشتر میارن و
بدون که اینا تحقیقاتی برن، بدون که بپرسن تو کی هستی، چی هستی، چه کاری. حالا یک دو تا سوال میکنن، میگه من شغلم مثلا کارگر ساختمونیه، بعد حالا معمارم فلانم، ولی خب بعد که اینا رو میگه دیگه اصلا پری ازش نمیپرسه که تو چقدر سواد داری، کجا منو میخوای ببری. و اینو خیلی تاکید میکرد که حتما بگین مثلا وقتی ازدواج میکنین من مثلا نمیخوایم برین شهر دیگه، نرین همون شهر خودتون زندگی کنین. بگی من اینجا هستم اگه میخوای. خب قحطی که نیست، تو که اون همه خواستگار رد کردی. خب میگه من که این همه خواستگار رد کردم، خب اینم کاش رد میکردم. و اصلا نمیپرسه از این بنده خدا، انگار که زبونشو بسته بودن و سریع عقد میکنن. و دختر خالش هم هیچ عنوان نمیکنه که چه اتفاقایی میفته و برای اینا خیلی معمول بوده که مواد مصرف کنن اینا. بعد اینا سریع عقد میکنن و میرن حرم، عقد میکنن و دست دختر رو میگیرن و با خود این شوهرش بلند میشن که نامزدشه، بلند میشن میان میبرنش تو روستا. دیگه پری هم فکر میکنه چون که اونجا شلوغه و مثلا خانواده خودش شلوغه و اینا، دیگه بالاخره حالا اون پسرم که ازدواج کرده حداقل یک جوری که راحت دیگه از این جنجال ها و اینا، ولی نمیدونه که از یک چه میدونم بهش وارد جهنم داره میشه. بعدش دیگه چی بلند میشه میره تو روستا. این چه خانواده اینا سنتی بودن و اینا، دیگه نمیرفته همون اول خونه اینا که بگن ای هنوز عقد نکرده آوردش. شوهرش دست اینو میگیره میبره خونه همون دختر خالش. اونا هم یک ذره بالاتر، مثل چند تا خیابون بالاتر بودن. دختر خالش هم توی یک شرکتی اونجا نگهبان بودن. دیگه از همون روز اول میان اینجا مواد میذارن. پری هم تا اینو میبینه میگه اینا چیه، یک چیز سیاهی میبینه که تو پلاستیکه، میگه اینا چیه، میگه مواده. میگه حالا بهتر اینه که مثلا بره خونه‌های مردم بکشه اینا، همین که به تو گفته رو راسته. دیگه این دختر خاله باعث بانی بدبختی این پری بنده خدا میشه. پری هم خودشو به دل درد میزنه و میگه وای دلم و فلان. دیگه نصف شب اینا فکر میکنن چه اتفاقی افتاده. شوهرش اینو ور میداره و میبره خونه خودشون، دیگه جاریش کم دارو اینا میده. ولی خب بعداً بهش میگه من به خاطر این بوده که سالها نگفتم، حالا بعد سالها میگه که من به خاطر این کارو میکردم که تو اون کارو مصرف نکنی. بعد دیگه با خیلی شرایط بزرگتر روبرو میشه که میگه اگه من بخوام اینا رو بگم یک کتاب بزرگ میشه، ولی خب به صورت خلاصه وار من چیزایی که تعریف کرد و گفتم خیلی خلاصه بگه که من بتونم بگم. بعدش از اون خونه‌ای که خیلی بزرگ بوده، خونه پدرش و 2 طبقه بوده، پایینش مغازه گاراژ بوده، ماشین داشتن و بعداً میفهمه که خونه خودشون مثل قصر بوده. اینقدر پدر مادرش نمیذاشتن که مثلا آب تو دلش تکون بخوره. بعد که وارد اینجا میشه میبینه که یک سماور اینجا و همه مشغول مصرف حالا موادهای مثلا که مثل حالا نمیدونم اسمش رو میتونم ببرم، همین موادی که سیاه همه میکشن با سیخ و سنجاق و اینا. بعد که اینا رو مصرف میکردن میدیدن حالت مثلا مد شده انگار، همه جا میشینن مصرف میکنن و براشون هم خیلی عادیه و تو مهمونی هم باید تعارف کنن. یک روز خواهر پری میاد موقعی که یک جشنی بوده، اینا هنوز تو عقد بودن، میگه چرا هر خونه رفتیم اینجا یک سماور، همینجوری یک سماور ته سماوری بود، میگه اینجا مثل که رسمه. و پری هم دیگه خیلی حالا چون جوون بوده و اینا زیاد دقت نمیکنه که بگه من قد خواستگار داشتم، چرا توی موقعیتم. و اصلا هم خبر نداشته که شوهرش اینو میخواد بیاره دوباره تو همین روستا که همینجا هم زندگی کنه و نزدیک خونه مادرش و سالها دیگه همینجا این دختر رو نگه داره و اصلا نذاره بره جای دیگه و حتی ارتباط زیادی هم نداشته باشه به خانواده پدر مادر خودش. و اصلا میگفته اگه این بره بیرون دیگه یک جوری چشمش باز میشه و من نمیتونم مثلا اینو توی سربسته نگه دارم که ساکت باشه و نفهمه که مثلا تو چه موقعیتیه. وقتی که میرفته بیرون همه میگفتن وای من اصلا باورم نمیشه چجوری تو توی خونه اومدی. یک جاده خیلی حالت بیابونی، کنارش یک حالت گودال مانند از اینا که کانال آبه که مثلا آب میاد، مثلا میبینی همراهش آشغال و زباله، اینا آبای کوه یا اینا جمع میشه گوشه. حالا بعضی جا مثلا میگن گوداله، بعضیا میگن کاناله دیگه. بعد میبینه که خونه مادرش هم اونجا و یک پرده کوچیک زدن و یک اجاق گاز خیلی معمولی و هیچ چیزی هم مثلا زیاد ندارن، یک عالمه بچه تو خونه. و انقدر اینا وابستگی داشتن به همین پسرشون که اصلا همیشه کنارش میشستن و نمیذاشتن این حتی تکون بخوره و یک لحظه اینا بتونن با هم صحبت کنن یا تنها صحبت کنن. ادامه داستان رو در پارت 2 میگم. خیلی ممنون.